شب رفتی سفر کردی معراجت مبارک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک نفر اگر از ما و شما بپرسد که نجات چی است، یا اینکه چی نجات می شود به سبب نجات ما و شما در دنیا و در آخرت، چی کار کرد که نجات بیابیم؟ در حقیقت این سوال از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پرسیده شده بود. از عقبه ابن عامر رضی الله عنه روایت است که قال قلت یا رسول الله من نجات. گفتم که رسول خدا صلی الله علیه و آله چی سبب است، چی راه است که همین نجات، راهی بگیم که از آخرت، از عذاب، از مشقت، از همین ها، چی از دنیا باشد چی از آخرت باشد، از همین چیزها نجات بیابیم. خاصا اینجا در آخرت در نظر دارد که ما از عذاب آخرت چی کنیم؟ نجات بیابیم. مثلا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفتند که امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وبکی علی خطیئتک. یعنی امسک علیک لسانک. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله راهنمایی کردیست از صحابه کرام که بدار، بقب بر خودت زبانت را چی کن؟ یک کار کن که یک طریقه استفاده کن که روز قیامت بر بالای تو چی نشود؟ دشمن نشود، یا که به سبب زبانت دوزختی نشوی. به خاطر اینکه بسیاری خطاگی ها و بسیاری ضرر ها بر زبان هست و خاموش ایستادن یک سخنایی که قدر ضرور نیست، اون سخنایی که تعلق به دنیا و آخرت ندارد، خاموش باید بایستد انسان. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دیگه حدیث میگه چی؟ یا سخن نیک بگو یا خاموش بیست. و دیوم نصیحت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفتن که تو نجات میابی به سبب همین ولیسعک بیتک. ولیسعک بیتک در شرح حدیث میفرمایند که لازم بگیرد انسان بیتش را، یعنی نبراید از خانهش خارج نشود مگر به ضرورت. این معنی ندارد که در خانه انسان خواب رود دیگر روزی درست خواب رود، این خیلی نه، بلکه خانهش را یک جای غنیمت بداند و در خانهش بیستد، در خانهش ذکر کند، در خانهش عبادت کند و از فتنه ها یک طرفه باشد. به این خاطر گفتگی است. وابکی علی خطیئتک، یعنی گریه کن، توبه کن به قدر استطاعتت از خطاگیهات. وابکی گفته گریه کن علی خطیئتک، بر خطاهات، یعنی خطاها را ذکر کن، گناه ها را ذکر کن و گریه کن. عقبه ابن عامر رضی الله عنه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله تصور کنید که چی پرسیدن؟ که نجات پرسیدن، یعنی که در آخرت چی کنیم که ما نجات بیابیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله سه چیز نصیحت کردن: امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک. زبانت را بقب از بالای خودت که حجت نشود و خانت را لازم بگی و گریه کن به خطاگی ها. این روایت ترمذی و احمد است و این حدیث صحیح است، یعنی که هر کسی که به همین وصیت های نبی صلی الله علیه و آله عمل میکند ان شاء الله هم کامیابی دنیا و هم کامیابی آخرت است. والله اعلم و اعلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.